سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 28 می در خدمت شما. شیرخان سلیمزاده دادستان کل تاجیکستان در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی در خوروغ سبب‌های ناآرامی در این شهر و تامین ثبات و آرامی در مرکز بدخشان را بررسی کرد. دلاور خوسابکوف رئیس دستگاه حکومت ولایت بدخشان روز 28 می بر رادیو آزادی گفت در این ملاقات شیرخان سلیمزاده گفته است که تحقیق سبب‌های نزاع و ناآرامی در روزهای 21 و 24 می در خوروغ ادامه دارد و گناهکاران حادثه باید به جوابگری کشیده شوند. نمایندگان جامعه شهروندی خوروغ نیز به حفظ ثبات و امنیت در بدخشان تاکید کرده و گفتند که برای کار در مقامات امنیتی ولایت باید افراد سزاوار این منطقه هم جلب شوند. در تیراندازی روز 21 می و ناآرامی‌های بعدی آن در خوروغ 4 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. تاجیران و صاحبکاران تاجیکستان روز 28 می در پایتخت کشور با گروهی از نمایندگان دایره‌های تجارتی ولایت شنسی چین همکاری و امکانات سرمایه‌گذاری دوجانبه را گفتگو کردند. گروه 3 نفره صاحبکاران و تاجران ولایت شنسی با هدف بازاریابی و همچنین امکان تأسیس کارخانه‌های بافندگی و ماشینسازی در تاجیکستان به دوشنبه آمدند. همکاری در ساحه‌های تولید نیروی برقرار شونده، نیروی آب و برق و کشاورزی که در تاجیکستان امکانات خیلی بزرگ دارد مورد توجه جانب‌ها قرار گرفت. در این نشست صاحبکاران و مقامات رسمی به مهمانان چینی درباره فضای سرمایه‌گذاری تاجیکستان و عرصه‌های مساعد برای همکاری و تجارت دوجانبه اطلاع داده و شرکت‌های چینی را به کشور دعوت کردند. قرار است در جریان همایش صاحبکاران قراردادها به امضا برسند. چین سال‌های اخیر به اقتصاد تاجیکستان صدها میلیون دلار سرمایه گذاشته است و از نظر واردات مال و کالا به کشور نیز یکی از جای‌های اول را می‌گیرد. در تاجیکستان روزهای فرهنگی روسیه ادامه دارد و در دایره آن در پایتخت کشور محفل‌های گوناگون با شرکت مهمانان روس برگزار می شود. روزهای فرهنگی روسیه در تئاتر دولتی به نام مایاکوفسکی در دوشنبه روز 26 می شروع شد و تا آخر همین ماه ادامه می‌یابد. ادیبان و هنرمندان روس در این روزها برنامه‌های گوناگون فرهنگی را پیشکش کرده و هم با مقامات و اهل زیاد در تاجیکستان درباره ترغیب میراث فرهنگی مردم روسیه و از جمله آموزش زبان روسی در تاجیکستان گفتگو می‌کنند. با وجود مهاجرت زیاد به روسیه، تعداد زیادی از جوانان تاجیک زبان روسی را خوب نمی‌دانند. در تاجیکستان مقامات برای میزبانی نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای آمادگی می‌گیرند و از حالا ده‌ها دانشجو و افسر را برای پذیرایی مهمانان بلندپایه آماده می‌کنند. از جمله حالا در مرکز تعلیمی وزارت مهنت تاجیکستان 150 دانشجو و 13 افسر طرز رفتار و پذیرایی هنگام ضیافت‌های رسمی را می‌آموزند. از این میان 110 نفر آنها دانشجویان دانشگاه تجارتی تاجیکستان هستند. ما کوشش می‌نماییم با تربیت تعلیمی خوبی دانشجویانمون و در سطح ضروری تیار نمودن همین دانشجویانمون میتوانیم که این چاره‌بینی رو در یک سطح ضروری و با تمام نازکی‌هایش گذرانده به انجام رسانیم. با گفته مقامات هرچی بیشتر شدن سفر نمایندگان بلندپایه خارجی به تاجیکستان و برگزاری نشست‌های بزرگ بین المللی ضرورت آماده کردن گروه مخصوص جوانان برای پذیرایی مهمانان خارجی را به میان آورد. اخبار و ویدیوهای از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.